فشاند از سوسن و گل سیم و زر باد، زهی باده که رحمت باد بر باد. بداد از نقش آذر صد نشان آب، نمود از سحر مانی صد اثر باد. مثال چشم آدم شد مگر ابر، دلیل لطف عیسی شد مگر باد. که دور بارید هر دم در چمن ابر، که جان افزود خوش خوش در شجر باد. اگر دیوانه ابر آمد چرا پس، کند عرضه صباحی جام زر باد. گلی خوشبوی ترسم آورد رنگ، از این غماز صبحی پرده در باد. برای چشم هر نااهل گویی، عروسی باغ را شد جلوه گر باد. عجب چون صبح خوشتر می برد خواب، چرا افکند گل را در سحر باد. رابعه در بلخ به دنیا آمده است. او در حسن و جمال، فضل و کمال، ذهنی تیز و قدرت شاعری به فارسی، دری و عربی مشهور بود. پدرش از حاکمان بلخ بود. پس از درگذشت پدر، برادرش حارث حاکم گردیده است. زندگی و روزگارش به کل هنوز هم آشکار نیست، چرا که معلومات قریب که به دست نآمده است. اما این معلوم که رابعه بلخی نوابسته از جوانی علمهای رایج زمان را از خود کرده و سخندان و سخنوری ماهر و نکته سنج گردیده است. رابعه بلخی یکی از بانوان نهایت دانشمند، شعر فهم، شعرشناس، موسیقی شناس، موسیقی فهم و دارای روحیه بلند ملی بوده است. در خاندان کعب قصداری یا اینکه قداری به دنیا آمده است در بلخ بامی. دومین فرزند این خاندان بوده است. برادرش حارث. در مثنوی الهی نامه عطار نیشابوری روزگار او را یا اینکه سرگذشت او را به نظم آورد و بعدا در عصر 19 رضا قلی خان هدایت با نام گلستان ادب یک مثنوی دارد که این از سرگذشت عشق ناکام رابعه حکایت میکنند و بعدا همین گونه اثر آفرینی در اساس زندگی نامه رابعه هم در ادبیات معاصر و هم در ادبیات همزبانان ما عنعنه شد که بسیار شعر و سرودها در وصف او ایجاد شدند. رابعه بلخی را محققان از نخستین بانوی پارسیگوی صاحب سبک می‌دانند که با دو زبان فارسی و تازه شعر می‌گفته است و احتمال می‌رود که او دیوان اشعار خود را به دو زبان تدوین کرده باشد. اوفی اندر صفات رابعه بلخی چنین می‌پندارد او در فضل و کمال و شعر و سخنوری از خود ابتکارات نشان داده، اساسگزار و پیشگام شعر زن در تاریخ ادبیات تاجیک و فارس قرار گرفته است. در لباب الالباب اوفی که یک شخص شعرشناس و ادب دوست بود درباره رابعه بلخی یک جمله می نویسد. از جمله می گوید دختری کعب اگرچه زن بودی اما بر فضل و هنر بر مردان جهان بخندیدی. فارس هر دو میدان و والی هر دو بیان، با حدت طبع و ذکای خاطر مشهور بودی.
این یک جمله گپ تمام هنر و مهارت رابعه بلخی این زنی تاجیک را در خود گنجانده است. فارسی هر دو میدان یعنی چی؟ چابک سوار دو میدان، یعنی میدان هم فارسی و هم عربی بوده است. در میدان سخنوری با دو زبان داد سخن داده است، هم به زبان مادریش زبان تاجیکی و هم به زبان عربی. از فضل و کمال میگوید بر مردان جهان بخندید، یعنی چنان زنی با فضیلت، دانشمند، دارای چندین هنر و مهارت‌های ادبی بوده است که از مردان پیش دستی داشته است. اینا مؤلف تذکیره ها گفتند. در مورد نامش و شهرت و مقامش در تذکیره ها و آثار ادبی گفته ها، اندیشه ها زیاد هستند که بعضی از اندیشه ها تا درجه حقیقت علمی، واقعیت علمی ندارند. اما از این شاعره خوشنام و با نام ما که امسال 1050 سالگیش را در تاجیکستان و سایر کشورهای فارسی زبان تجلیل می کنند، آثاری رسیده است که برای ما خوانندگان امروز هر چند هزار سال گذشته باشد هم از شکوه و شهامت همون شعر پر رونق و رواج عصری 9 و 10 زمان سلطنت سامانیان برای ما بشارت می‌دهد. اینکه فریدالدین عطار قصه شورانگیز عشقی آن را در الهی نامه می آفرد و میگوید که زین العرب نام داشت. به گمان ما زین العرب تخلصی شاعری رابعه بلخی در عربی گویی بوده است، یعنی در دیوان عربیش با تخلص زین العرب مشهور و معروف بوده است. دیوان پارسی و عربی، دو تا دیوان کامل شعر تدوین کردن رابعه این گپی کم نیست. این دارای یک تبحر بلند شاعرانه، دارای خلاقیت بلند هنری، قریحه ذاتی شاعری بودنی رابعه بلخی است. از میراث ادبی این چهره جالب و آموختنی ادبیات عهد سامانیان بجز از ابیات و اشعار پراکنده چیزی در دست نیست. کمی این آثار باعث شده که درباره جزئیات زندگی و روزگار او معلومات کاملی حاصل نگردد و همین کمی آثار سبب بران شده که محققان زیاد او را منسوب به مردم عرب خواندند و حتی گاهی از حقیقت به افسانه‌گویی و افسانه‌سازی دایر بر روزگار او راه دادند. درباره شخصیت‌های بزرگ مانند رابعه بلخی، رودکی و دیگران متاسفانه از واقعیت‌های علمی دیده بیشتر روایت و افسانه ها زیاد باقی مانده است. مثلا اکثری همین محققان اندیشه دارند که گویا که رابعه بلخی هم عصر رودکی بوده است و با رودکی وا خورده است و مشاعره ها داشتند و بحث و بررسی های شعری داشتند. اما معلومات عوفی در لباب الالباب این اندیشه را باطل می نماید. لباب الالباب، مؤلف لباب الالباب رابعه را شاعر عصر غزنویان می داند. معلوم می شود که رابعه بلخی آخر زندگی استاد رودکی را دریافته است. موافق معلومات عوفی بخارایی، رابعه بلخی یکی از همنسلان جوان استاد رودکی بوده است. دوره های آخر حیات رودکی را دریافته است. در وقت زوالیابی دولت سامانیان عمر به سر برده است و با رودکی وا خوردن و مشاعره ها داشتن آنها از حقیقت دور به نظر می آید. او با یکی از غلامان برادر خود محبت اظهار میکند و به همدیگر معاشقت داشتند که در سرچشمه ها چنین آمده است. اکثریت این نکته ها بحث برانگیز هستند و اکثریتش واقعیت علمی ندارد. اما اینکه با خواهش برادرش بعد از معاشقتش با غلام او حارس کشته می شود، این نکته در چندین تذکیره ها و آثار دیگر ادبی تکرار می شود
و از همون اشعاری که در موضوع عشق، محبت و دیگر اندیشه هایی که خود رابعه بیان کرده است تا جایی به نظر برسد که این موضوع یعنی موضوع معاشقت او جای داشته است. قضیه مرگ رابعه بلخی فاجعه گونه بیان شده است در کتاب ها. به گمان من نباید این عاشقی سبب قتل رابعه بلخی شده باشد، چون رابعه بلخی یک بانوی شعوبی است، ملت دوست است، اندیشه های شعوبی ملت پرورانه دارد و همین اندیشه های شعوبی او همیشه در طینت او غلیان داشت و بنا به گفته اوفی که اون در زمان سلطنت غزنویان سر در آوردن ترکان زیسته است و به دست غلامی ترکش رابعه بلخی که یک بانوی ملت پروری شعوبی بود، اندیشه های ملت دوستانه داشت، عنصرهای بیگانه ملی را قبول نداشت و از بین میبرند، مخصوص کشته میشود و این اتهام را به گردن رابعه میبندند که گویا او به غلام ترکی برادرش عاشق شده بود. با اشعاری رابعه نظر اندازیم بیشتر اشعاری عشقی هستند، زیرا این زندگی او یا که آنچه او در تصور و در تخیل او بوده است همین عشق است، عشقی که واقعا هم صادقانه و عشق بسیار زمینی و عشقی که در زمینه حیات خودش بوده است یا اینکه اونچه که از سر داشته است یا از سر گذرانده است همان را تصویر کرده است. ولی از اشعار اونقدر که در عشق علاقه زیاد دارد و در عشق بسیار پرسوز می‌ستاید معلوم می‌شود که یک ماجرای عشقی داشته است. عشق او باز اندر آوردم به بند، کوششی بسیار نامد سودمند. عشق دریایی کرانه ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند. عشق را خواهی که تا پایان بری، بس که بپسندید باید ناپسند. زیشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند. توسنی کردم ندانستم همه، کس کشیدن سخت‌تر گردد کمند. ما در این عصر با نمونه دیگری را هم داریم. مثلا دقیقی بلخی نخستین شاعر حماسه سرای مردم تاجیک است. هنوز 1000 بیت از دولتداری گوشتاسپ را نظم کرد و این دقیقی را هم به دست غلام ترکش از بین بردند. دقیقی را از بین مخصوص از بین بردند تا اینکه شاهنامه نوشته نشود. تاریخ مردم آزاده نژاد ناتمام باقی ماند و متاسفانه محققان برجسته ادبیات تاجیک و فارس به همین اندیشند که گویا که دقیقی یک شاعری بد اخلاق بوده است و یک شاعری تغزلی بوده است و به غلام ترکش مثلا عاشق شده است و بعد سبب مرگ او شده است. اما اینطور نیست. در همین عصر، در آخر عصر سامانیان، در آخر حکمرانی دولت سامانیان قضیه تلخ ثبت شده است که با اتهام با تهمت علاقمندی دارد. هرچند از رابعه بلخی اشعاری خیلی کم باقی مانده است، ولی آن نمایانگری هنری بلند شاعری و بیانگری حالات و وضع زندگی او می باشد که تمثال هیچ یک از شاعرای گذشته شعر و ادبی دری رنگریز نبوده و در ادبیات بدیعی راه نیافته است. اگرچه درباره رابعه و شعر او سرچشمه ها معلومات کم دادند، ولی باز هم همین اشعار کم ولی بسیار مفید و بسیار ارزشمند است،
زیرا به زبان خیلی ساده و به زبان امروزی تاجیکی بسیار نزدیک سروده شده است که ما آن را میتوانیم در قطار آثار دیگر ادیبان همین دوره از بهترین اشعار شاعران زمان سامانی به حساب آوریم. از نوشته عطار در الهینامه که یک داستان درباره عشق شورانگیز رابعه بلخی می نویسد عطار و اونجا همچون تخیل بدیعی تصویر میکند که رابعه بلخی در شاعری به درجه بلندی هنری رسیده بود. بافته خیال عطار است، هرچند که بافته خیال است اما از این مثنوی این خیلی خلاصه برآوردن ممکن است که پایه شاعری رابعه بلخی را با رودکی قیاس میکند عطار. یعنی در پایه شاعری در گفتن شعری سهل ممتنع که بیرون آمده از سبک خراسانی بود و بنیادگذار این سبک استاد ابو عبدالله رودکی بود. نبوغ شاعری رودکی را با رابعه بلخی قیاس میکند. یعنی قیاسی هنری شاعری رابعه بلخی با رودکی از طرف یک عارف بزرگ مثل عطار تصادفی اتفاق نیفتاده است. شعری که از رابعه بلخی تا روزگار ما رسیده است هرچند از نگاه مقدار کم است اما از نگاه معنی، از نگاه منطق و درون مایه های شعر، از نگاه ادبیات شناسی واقعا شعر قوی است. در اشعار رابعه بلخی موضوعهای مختلف اجتماعی از جمله موضوع جاودانی ادبیات عشق، محبت، صداقت، دوستداری، وفاداری، مسئله های زیبایی های طبیعت، همچون یک رسام چیره‌دست شاعره که به زیبایی های طبیعت نگاه کرده است در اکثر اشعار او بسیار برجسته تصویر شده، تلمیحات برجسته دارد، تجنیسات عجیب دارد. از نگاه قافیه و اگر از نگاه شعرشناسی بنگری واقعا با کل طلبات شعرشناسی جواب داده میتواند و خیلی از استاد برجسته و پیشرفته بودن این شاعری با نام ما درک میدهد. باید گفت که آثار بازمانده رابعه بلخی از چند نگاه بسیار ارزشمندند. اولا اینکه بسیار به زبان روان و ساده عصر سامانی ها نوشته شده است و بعدا رابعه را میتوان از نخستین شاعران ذولیسانه به حساب آورد که اشعار به دو زبان هم عربی و هم تاجیکی شعر سروده است و این اشعار هم باقی مانده است از همین نمونه آثار دو زبانی. سادگی شعر رابعه بلخی به سادگی سخن مردمی روستا برابر بوده. آن به استفاده صنایع بدیعی دلچسب و خواندنی صدا می دهد. یعنی شعر او به هیچ یک تکلف و سخنبازی گفته شده ذهن و قلب خواننده را مفتون می سازد. از این رو سادگی های سخن او به سادگی طبیعی و گفتاری به تکلف مردم برابر بوده صمیمی و طبیعی گفته شده است. زی بس گل که در باغ ماوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت، صبا نافه مشکی طیبت نداشت، جهان بوی مشک از چه معنا گرفت. مگر چشم مجنون به ابر اندر است که گل رنگ رخسار لیلا گرفت. به می ماند اندر رقیقین قدح، سریشکی که در لاله ماوا گرفت. قدح گیر چنده و دنیا مگیر، که بدبخت شد آن که دنیا گرفت. سری نرگس تازه از زر و سیم، نشان سر تاج کسری گرفت. چو رهبان شد اندر لباس کبود،
بنفشه مگر دینی ترسا گرفت. هنر شاعری، تغزل سرایی در غزلگویی بی‌نظیر بودن رابعه بلخی در تفکر عطار با پایه رودکی برابر بوده است. هم عصر زمانی نیستند اما هم عصر هنری هستند. از نظر هنر رودکی و رابعه بلخی در شاعری طبع‌های به هم مانند داشتند. از همین پاره‌های کم مانده که می‌خوانیم واقعاً قبلا نیز من یاد کردم آهنگ، همون موتیوها، همون اصولها، شیوه بیان، مخاطب، طرز قافیه بندی، ردیف سازی یا تلمیح سازی، دیگر استفاده دیگر صنعت‌های بدیعی به نظر می‌رسد که واقعاً رابعه شاعر توانا بوده بود. شعرش به شعر استاد رودکی دیگر هم عصران او واقعاً ماننده بود، یک چیزی دارد، عمومیت دارد که این خاصی ادبیات همین زمان سامانیان عصر 19 است که ما خوشبختانه نمونه هایش رو در دست داریم. از نظر ردیف و قافیه نیز این سروده های رابعه در عصری که او زیسته است نادر است، حادثه نادر است. از شاعران دیگر پیدا کردن این گونه شعر و هیجان عاشقی غیر امکان است. بدون شک هر بیت و هر مصرع و هر پاره باقی مانده شعر شاعر را وقتی که بخوانید، قرائت میکنید، تفحص میکنید، اندیشه میکنید و با مغز اندیشه های او فرو میروید، نشان میدهد که واقعا شاعر هنرمند بوده است، شاعر پیش دست زمان خود بوده است. این یگان شک و شبهه به این نیست و کل تذکره نویسان از محمد عفی بخارایی سر کرده. اولین تذکره مکمل ادبیات ما تا عصرهای 18 و 19 هر تذکره نگاری که درباره شاعر رابعه چیزی گفته است، حسن سخنش و شخصیتش و مهارت شاعرش را ستایش کرده است. رابعه بلخی در اشعارش از عشق صحبت می کند که هرگز خواستاری پاداشی و مزدی نیست. عشق رابعه طوری که از اشعارش برمی آید عشق بیچشم داشته است. متاسفانه امروز از رابعه بلخی همگی 55 بیت باقی مانده است. موضوع اساسی این 55 بیت که از 7 غزل و 2 بیتی عبارت است موضوع عشق است، تصویر طبیعت است. موضوعی است که این موضوعها در ادبیات عهد سامانی رایج بودند. مثلا دعوتی من بر تو آن شد که زیدت عاشق کناد، بر یک سنگین دل نامهربان چون خویشتن، تا بدانی درد عشق و داغ مهر و غمخوری، تا به هجر اندر بپیچی و بدانی قدر من. این سروده های صمیمانه رابعه بلخی صحبت صمیمانه و معمولی یک بانوی دهاتی، یک بانوی روستایی یا یک بانوی اشرافزاده تاجیک را به خاطر می‌بیارد که دعاش هم صمیمی است. یعنی تو هم مثل من عاشق شوی، در هجر افتی، اذیت کشی، پس قدر من دانی. تذکیره ها میگویند که او در شعر بسیار قوی بود، پنجه گیرا و دستی توانا داشت، هم به زبان مادری خود فارسی و هم به زبان عربی. من اینجا یک شعری که از به ما تا زمان ما رسیده است از رابعه، مصرع آخر این شعر به عربی نوشته شده است و از آن شهادت میدهد که او زبان عربی را خیلی خوب میدانست و این نوع شعر را ما در ادبیات شناسی ملمع میگوییم. مرا به عشق همی محتمل کنی به خیال، چه حاجت آری پیش خدای عزوجل، به عشقت اندر آسی همی نیارم شد، به دینم اندر طاغی همی شوی به مثل، نعیم بی تو نخواهم جحیم با تو رواست، که بی تو شکر زهر است و با تو زهر عسل، بروی نیکو تکیه مکن که تا یک چند، به سنبول اندر پنهان کنند
نجم زحل. هر آینه نه دروغ است آنچه گفت حکیم، فمن تکبر یوما فبعد اذن زل. گفته های اهل تذکره ناقصند، بسیار کوتاهند، معلومات مختصرند، اما جهان باطنی رابعه بلخی را برای خواننده بازگو میکنند. عیان می شود از اشعار باقی مانده رابعه بلخی و از آن معلومات مختصری سرچشمه ها که یک بانوی آزاده، پاکیزه، پاکمنیش بوده است. رابعه بلخی در حسن و جمال و فضل و کمال و معرفت و حال و هیده روزگار و فریده دهر و ادوار، صاحب عشق حقیقی و مجازی و فارس میدان فارسی و تازی بوده است. رابعه بلخی بر شاعری در صباحت منظر و فضل و کمال سرآمد زنان عصر خویش بوده است. رودکی پدر شعر فارسی دری است. رابعه بلخی ادامه دهنده کار رودکی بزرگ و شعر او هم ادامه شعر رودکی وار است. شعر رابعه بلخی و بسیار باعث خرسندی است که همین گونه یک جشن درباره یک زن تاجیکی که هم پهلو با مردان بزرگ تاریخ آفریده است، شعر گفته است، دیوان شعر تدوین کرده است، از اصالت‌های بزرگ ملی ما تاجیکان در شعر قصه کرده است، گفته است و بر عمر دراز دیدن این زبان مادری من و شما سهم چشمگیری گذاشته است. رابعه بلخی یکی از آن سخنوران توانایی است که دیوان اشعارش بر اثر غارتگری و فرهنگسوزی غاصبان تاریخ و ادب فارسی و دری به نابودی رفته است. همه چیزی که از رابعه بلخی مانده است 55 بیت، ولی 55 بیت است. در همه کشورهای فارسی زبان که این 55 بیت چاپ کردن، نمونه های شعر رابعه بلخی چاپ کردن، اما نمونه های بسیار کامل و سره است. صنایع شعری در حالت فصاحت و بلاغت کاربست شده است. طرز سخن رابعه بلخی طرز سخن استاد بزرگوار سخن را به خاطر می بیارد. دلیل های قطعی از هر یک بیتی که از رابعه بلخی مانده است جاش دیگه کردن نمیشه. مثل یک خشت، کلمه ها مثل خشت در یک بینای محتشم معماری اتفاق افتادن که اگر خشتی از اونجا برداره رخنه وارد می شود. زیبایی آن بنا را، شهامت آن بنا را از بین می برد. مثل انا همین است اشعاری که از رابعه بلخی تا به ما میراث مانده است. اصلا هنر شاعری سخنور را از روی تعداد شعرهای او بها نمی‌دهند. مثلا ما شاعرای صاحب دیوان زیادی داریم در ادبیات کلاسیکی که دیوان شعرشان برجاست، اما کسی نه خوانده است نه یک بیت حفظ کرده است. از همین 55 بیتی که از آشوب به زمانه ها ایمن مانده است، از آشوب و ترکتازی های ایام، ترکتازی های تاریخ بر جای مانده است از رابعه بلخی و تمام هم اسران او، معلوم می شود که اینا شاعران خیلی بزرگ بودند. بزرگی و مردمی شعر و آثار رابعه بلخی بود که با گذشت از 1000 سالی تاریخ با ابتکار پیشوای فرهنگ پرور خلق تاجیک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سخن و آثار بیزوال رابعه بلخی با آستاب اهل عالم علم و ادب گردید و در اجلاس 43 کنفرانس گنرالی یونسکو 1050 سالگی رابعه بلخی به فهرست بزرگداشت‌های یونسکو برای سالهای 2026-2027 وارد کرده شد. الا ای باد شبگیره پیامی من به دل بربر، بگو آن ماه خوبان را که جان با دل برابر بر. به قهر از من فکندی دل به یک دیدار مهرویا، چنان چون حیدری کرار
در آن حصنی هی بربر. تو چون ماهی و من ماهی، همه سوزم به تا ببر. غمی عشقت نه بس باشد، جفا بنهادی از بربر. تنم چون چنبری گشته بدان امید تا روزی، ز زلفت برفتد ناگه یکی حلقه به چنبر بر. سمن برگشته معشوقم، همه غم زین قبل دارم، که هرگز سود نکند کس به معشوقی سمن بربر. اگر خواهی که خوبان را بروی خود به هجر آری، یکی رخسار خوبت را بدان خوبان برابر بر. مدار ای بینتی کعب اندوه، که یار از تو جدا ماند. رسن گرچه دراز آید، گذر دارد به چنبر بر.